کنکور 405 از معادله مثلثاتی رو میخوایم حل کنیم. تعداد جوابهای این معادله مثلثاتی در بازه منهای 2p و 2p کدام است؟ خب این معادله رو بیایم ساده ترش کنیم. سینوس p به اضافه x ربع سوم در واقع سینوس منفی میشه، پس میشه منهای سینوس x. کوسینوس پی دوم به اضافه x ربع دوم کوسینوس به سینوس تبدیل میشه و همینطور منفی از توی ربع دوم، پس منهای سینوس x. به اضافه 1 رو هم کنارش قرار بدیم. 2 تا سینوس پی منهای x ربع دوم و خود همون سینوس x میشه 2 تا سینوس x. خب منفی در منفی مثبت، سینوس 2x به اضافه 1، این 2 سینوس x هم بیاریم این طرف و به این شکل بنویسیمش. خب این همون میشه سینوس x منهای 1 به توان 2 دیگه مساوی 0 و از اینجا سینوس x مساوی 1 میشه. خب توی دایره مثلثاتی کجا سینوس x برابر 1؟ خب ما میدونیم که در واقع توی این قسمت اینجا. خب از منهای 2p تا 2p، خب وقتی که توی منهای 3p دوم هست اینجا قرار میگیره توی بازه منهای 2p تا 0 و 0 تا 2p هم در p دوم هست که اینجا قرار میگیره. یعنی در واقع توی این بازه فقط 2 تا جواب داره و گزینه 2 صحیحه.